خب باشه امتحان میکنه، مشکلی نداره. بچه ها این مبل اسمش ساسانه. ساسان معروف به ساسی، خوبه، هیکلیه، فقط یه کمی کوچوله، یعنی همه جا میشه، راحت شما میتونین داخل خونه هاتون استفاده کنید. مبل بعدی مبل به امیره. امیرا خیلی آدمای یعنی بله به خودشون میرسن، خیلی خوشگلن، خیلی همه دلشون میخواد اینا رو، ولی اینا یه جا بند نمیشن. فهمیدی چی میگم؟ بله مبل بعدی که میخوام بهتون معرفی کنم مبل محمده. محمدا بگیرن، جنساشون خیلی خوبه، خب بیاد تو خونه بیرون نمیره، ولی کسی سراغشون نمیاد. فهمیدی چی میگم؟ مبل خیلی قشنگ و خوبیه. قربون شما، سلامت باشید تا اسمای بعدی، خدا نگهدار.